مذاهب و ادیان در مورد زن دیدگاه‌های متفاوت دارند. زن سرچشمه هستی و زندگی می باشد، اما اینکه در کجا دنیا آمده باشد صاحب او شادی و غم، آزاری و اسارت در دنیا تغییر می کند. زنانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند همواره مورد بیمهری و بی‌عدالتی قرار می گیرند. در مذهب اسلام یک با یک برابر نیست. یک مرد مسلمان می تواند 4 زن عقدی و چندین صیغه‌ای داشته باشد که صیغه خود نوعی توهین به شخصیت زن می باشد. در ارث و در دادگاه مرد 2 برابر زن حق دارد. مرد حق دارد همسرش را کتک بزند و حتی زن بدون اجازه شوهرش حق شرکت در مراسم مرگ پدر و مادرش را نیز ندارد. در مجازات اسلامی حکمی که برای یک زن مسلمان صادر می شود اغلب سنگسار است که در نوع خود از وحشتناکترین اقسام اعدام به حساب می آید. یک زن مسلمان نوع پوشش و لباسش را باید با ایمان متزلزل مردان تنظیم کند و این نهایت بی‌انصافی است. بی نهایت درد آور است که زن آزاد نباشد که مردی به گناه نیفتد. جای بس تأسف دارد که در جوامع اسلامی قوس‌های بدن بیشتر از تفکرات زیبای انسان‌ها به چشم می‌آید. اسلام همواره به زن به عنوان جنسی برای نیازهای مرد نگاه می کند و به عنوان یک فرد که حقی در جامعه دارد به او ارزشی داده نمی شود. در جامعه اسلامی زن نمی تواند قاضی باشد. او همواره از داشتن شغل‌های دولتی و رتبه‌های پر اهمیت محروم است. زن مسلمان نمیتواند در ورزشگاه حضور داشته باشد و خیلی از نبایدهای دیگر که تمامی به جرم زن بودن در جامعه اسلامی مرد سالار در قفس‌هایی به نام غیرت، ناموس و تعصب برای او ساخته می شود. اگر یک مذهب بگوید که یک انسان به خاطر مرد یا زن بودنش آزادی کمتر و بیشتری دارد، آن باور و مذهب یک اشتباه بزرگ است و باید عمیقاً به درستی آن شک کرد. زیرا ما انسان‌ها همگی یکسان آفریده شده ایم. ریشه های مذهب در حکومت‌های اسلامی به قدر قوی دور پیکر زن می‌پیچند که فرار کردن از آن تقریباً غیر ممکن است. ای کاش در جوامع اسلامی به جای محدود کردن زن محدودیت‌ها را از جلوی او برمی داشتند. آن وقت بزرگ مردان قانونگذار خود می دیدن که چه جامعه موفقی خواهند داشت. فراموش نکنیم که این تفکرات ماست که جهان سوم را می سازد، نه مرزهای من را. تفکری که درک کند یک مرد هم باید درست تربیت شود تا آزار دهنده نباشد و بداند که هر زن حق دارد که باور داشته باشد بدن من حق من است، پوشش من انتخاب من است. با تشکر از خانم نیدای عطایی
و گوینده اعظم منگی.